به نام خدا. کتاب دندان ببر. ما به شهر باشکوه کیلاش، پایتخت این طبقه عظیم، رسیدیم. اینجا همان جایی است که یوحنا در الهاماتش شهر مقدس اورشلیم نام نهاد، همانجا که طولش در ازای عرضش گسترده شد. یوحنا توصیف می‌کند که آنجا طول و عرض و عمقش مساوی است و این شهر نیز همچنین است. کیلاش در دامنه 3 قله کوه سر به فلک کشیده به نام مر، سومر و کیلاش که از کوه نور که در طبقه اسیری دیدیم به مراتب بلندتر است. این کوه‌ها سمبل عظمت هستند تا آنجا که پرواز قلل آنها از قدرت دید چشم‌ها فراتر می‌رود. قسمتی از قله‌های آنها زیر فوران پرجلال نور خلقت که از ارتفاعات دور بر آنها می‌بارد مخفی شده. این بام جهانهای سگانه، یعنی همان علی، ذهنی و اسیری، و بالاترین ناحیه است که در متن اکثر ادیان من جمله مسیحیت شناخته شده. برهم یا براهم نام فرمانروای این طبقه از هستی است که در بعضی از ادیان او را به خطا به عنوان خداوند متعال می‌شناسند. اینجا منزلگاه بسیاری از پیشوایان کریشنا، بودا و غیره پیشوایان ادیان است. بهشت‌های آنان در این مرتبه مستقر شده و همگی در شعاع نزدیکی از شهر گیلاش قرار دارند. برای پیروان ادیان اینجا همیشه شهر خدا بوده و هست، جایی که فردوس‌های بهشتی وعده داده شده. نور بهشتی سرشار از شکوه و زیبایی در اینجاست. در اینجا نژادی زندگی می‌کنند که جز شادی نمی‌شناسند. در امتداد خیابان‌ها نهرهایی روان هستند که همه این رود عظیم منشعب می‌شوند. بعضی آنها را به نام رود جردن می‌شناسند و سایر مذاهب نام‌های دیگری نیز دارند. شهر در لبه ساحل اقیانوسی گسترده شده که مانندش را هرگز کسی تجربه نکرده. سطح آب آن به نظر مانند شیشه‌ای شفاف می‌ماند. شما این چنین می‌پندارید تا اینکه پا در آن نهید. این طبقه تحت حاکمیت و فرمانروایی برهم قرار دارد. وظیفه او به عهده داشتن و هدایت کردن جریان قدرتی عظیم به نام میباشد. این بخش از جریان صوتی آفرینش است که عمل گردش، آفریدن، حفظ کردن و سپس انهدام کهکشان‌های هستی ما تحت این طبقه است. این محل صدور عنصر آفرینش برای خلقت‌های جهان‌های مادی تا ذهنی است. بسیاری از کتب آسمانی از این مرحله نازل شده‌اند، من جمله وداها. جریان منفی حیات که از امواج تجزیه می شوند شاکتی نام دارد یا انرژی مادر. در مذهب هند و این جریان را مادر آفرینش می گویند که زوجه برهم است و 3 فرزند دارند به نامهای برهما، ویشنو و شیوا. برهما اینها را می آفرینند. ویشنو حفظ کننده است، ضامن بقا، و شیوا وظیفه انهدام را به عهده دارد. شهر به نهایت زیباست و دیوارهایش به سنگ‌های قیمتی مزین هستند. 12 دروازه از مروارید به شهر باز می شود و خیابان‌ها، عمارت‌های آنها از طلای خالص است. شهر به آفتابی نیاز ندارد، چون همان نوری که از درون شهر فوران می کند تمام فضاها را روشن نگه می دارد. نور که همان جریان صوتی است، از تونل عظیمی در پایه 3 کوه بزرگ به داخل شهر جاری است. ما از یک دروازه وارد شدیم و داخل شهر به راه رفتن پرداختیم. مردمان اطرافمان به نظر شبیه فرشتگانی می آمدند که هر یک به وظیفه روحانی مشغول بودند. استاد تبتی هم در مورد وظایف آنها اشاراتی کرد، یا اینکه آنها نه برای خود که هر یک برای مردم جهانهای خود کار می‌کردند. توسعه کتب، هنرها، علوم و غیره در جهانهای فیزیکی از جمله وظایف آنهاست.
ربازارتارس گفت در اینجا شب وجود ندارد. اینجا فقط صاحبان خرد می توانند وارد شوند. این منزلگاه قدرت ذهن کل است. تو نظاره کن، چون این کتاب زندگی است و همتی که در آن به کار می رود. من فرشته ای را دیدم با هیبت و عظمتی که کلمه‌ای برای توصیفش نمی‌یابم که در حال نوشتن در کتابی بود. هزاران فرسنگ در درازا، پهنا و ضخامت صفحات به سرعت ورق می‌خوردند. نام روحی که از جهان مادی فوت می‌شد پاک می‌شد و نام روحی که برای تناسخ به آنجا باز می‌گشت در جای خود ثبت می‌شد. با تبسمی بر لب صورت این فرشته زیبا آنچنان جذاب بود که ربازارتارس مجبور شد مرا لمس کند تا حواسم یه لحظه باز گردد. او مرا به نهر نوری برد که از زیر قله کوههای روان بود. این همان نقطه‌ای است که در علم ادیان درگاه خدا لقب گرفته. نور آن پیوسته به طرف بیرون حرکت می کند و در فضا، زمان و ابدیت منتشر می شود. به سوی 3 جهان پایین خلق می کند و حفظ می کند و از هم می پاشد. کلمه هست و خدا کند در اینجا در کنار این جریان عظیم نور معنی خود را به سادگی هرچه تمامتر عرضه می کند. خداوند برهم پروردگار این جهان روی تختش در سرچشمه این رود در میان 3 قله کوه می نشیند. جویبار نور قلقل کنان با جست و خیزی شادان و حیات بخش از پای تخت و پشت سر او به بیرون فوران می کند. او یک نور پرجلال است. این تنها کلمه است که می توانم در وصف وجود خدا ادا کنم. وجود این خدا. نمی توانم جمله‌ای بیابم که توصیف کننده این روح باشد و نمی توانم بگویم که چهرهش به چه و به چه کسی می ماند. او نور خالص است. تنها چهره‌ای از میان آن نمایان است. سایر اندامها، بازوها، بدن به چشم نمی آید. صورتش آنقدر شبیه به ربازارتارس بود که از حیرت مانند سنگی ساکت شده بودم. صدایی که سخن می گوید رعدآساست. اون با شکوهی که می غلطد. ناگهان تمام تالار می لرزد. من به رحم هستم. 3 کلمه بود که با سرعت برق‌آسا ادا شد. فرمانی بود خوفناک که این معنا را در قلبم القا می کرد که گوش فرا دادن با او بودن است. مرا دوست بدار، فقط برای خودم نه دیگری. به من تعلق داشته باش، به درون قلب من وارد شو و نور خالص خدا را نظاره کن، چون من خدا هستم و ماورای من دیگری نیست. همینطور بعد از من آنم و او من است. به صورتم نگاه کن. ببینید که من سخن میگویم و با آن به همه زندگی میبخشم. جز در طلب من مباشید و من همان را به شما باز میگردانم که شما به من میدهید. قانون من قانون عدل زندگی است. حقیقت ساده است، تعادل ساده است. جابجایی‌های متناوب و متعادل ما بین قلب‌های متضاد تجلی‌های خدا نهایت هنر الهی است که در کیهان‌های نور وجود دارد. این را دریاب، آن وقت قانون بنیادی کیهان‌های من به تو نشان خواهد داد که این تداوم تعادل که در جلوه‌های خلاقانه جهان‌های هستی من می‌بینی کجاست و چگونه از حرکت جوشان امواج الکتریکی من در شرایط دوگانه حاصل می‌شود. این قانون یگانگی مرا به ثبت می‌رساند در متن آفرینشی که در ظاهر به هزاران پاره تقسیم شده. هیچ روحی نمی‌بایست هجرت دورتری را طلب کند، چون این پایان سفر است. چشمان مهیبش طرفه‌ای زدند و تحکم پرشکوهی بر آنان مستولی شد. شما خدا را دیدید که من هستم. من با ذهن کل به قلب هر شیئی نفوذ می‌کنم. من آنم که روح همه است. شما در من و من در شما هستم. فریب نخورید، چون این در اقلیم الهی هدف نهایی است. در بازوان من بیارامید. من به شما صلح و فراغت عطا می‌کنم. من ناجیان بیشماری را به جهانهای پایین ارسال کردم تا دانش مقدس الهی را به بشر برسانند. صدای مرا بشنوید. آن درون هر فرد بشر بی‌وقفه زمزمه می‌کند تا روح را به خود بیدار کند. هر آرزویی که در قلب آدمی نوشته شده به قلب‌ها حمل می‌شود.
به قلب من، اما آنجا خیلی محدودند که با احترام سوال کنند، حتی کمتر آنان که صدای مرا بشنوند. عمل کردی را که انسان به خطا تفکر مینامد چیزی نیست جز یک هوشیاری الکتریکی که از اشیایی که حس می‌کند و در سلول‌های مغزیش برای استفاده مستمر به کمک حافظه ضبط می‌کند. آنچه را که بشر به عنوان کالبد یا بدن زنده می‌شناسد چیزی نیست جز یک ماشین که با نیروی برق کار می‌کند و حیات از طریق تحریکاتی از مرکز آن که تنها روح است به آن القا و توزیع می‌شود. تنها روح زنده است، صاحب اراده است که تحت فرمان من به بدن تحرک می‌بخشد. انسان آزاد نیست. هیچ بشری که تحت فرمان من باشد آزاد نیست، چون من همه جا هستم و همه کار را در همه وقتها من انجام می‌دهم. شما تحت اختیار من هستید و من شما را تا ابدیت در چنگال خود نگه می‌دارم. صدای قهقهه رعدآسای او در کوه‌ها پیچید. روی صخره‌ای صاعقه زد و قله‌ای عظیم به لرزه درآمد. بشر برای همیشه در جستجوی نور من است. وقتی آن را بیابد آنگاه تبدیل یافته است. هنگامی که شما آن را بیابید اندک اندک روح مقدس مرا خواهید دریافت که همان نور است. کم کم نور خدا شما را بیشتر و بیشتر تبدیل می کند و روح را درون شما بیدار می کند. آنگاه جنگل زمین را در اعماق تاریکیش رها می کنید. تو نمی توانی حتی برای لحظه ای چشمان جستجوگرت را از بهشت‌های من برگیری، چون حتی یک نظر کوتاه به آن اعماق تاریک آنچنان وحشت تاریکی را در تو بیدار می کند که همراهش وسوسه است برای یک غوطه دیگر. پس مرا جستجو کنید، همه به سوی بالا، اینجا در این بهشت نور که شکوه همراه در انتظار روح‌های بی‌پروا و شجاع است، دانایانی که در طلب زیبایی خلوص نور من هستند. وقتی تمام بشر به نور من دست یابد، دیگر بازی مایا به پایان رسیده. سیاره شما هم به پایان راه خود میرسد و دیگر منزلگاه نوع بشر نخواهد بود. سپس از مسیر خود بیرون رانده شده طعمه آتش می شود تا هیچ نیروی حیاتی در رگ و پی دیگر نتواند روی آن زنده بماند و پس از سرد شدن در مداری از فضای جهانهای پایین به دوران همیشگیش ادامه خواهد داد. تا آن هنگام سیاره زهره اندک اندک به سمت موقعیت جدیدی نزدیک می شود تا میزبان نوع بشر باشد برای تکراری دیگر از صعود انسان در منظومه شمسی. این اتفاق در تمام سیستم‌های خورشیدی کهکشان من که پایین جهان ذهنی قرار دارد در حال وقوع است. شعر تنها زبانی است که می‌تواند انعکاسی از تفاهم بین روح و انسان باشد. همانا ماه نورش را با وقار در آسمان شب می‌پراکند و انعکاس پرتوش را به مکانهای بیشمار می‌رساند تا نور من بر همه جهانها بتابد. هیچ چیزی از تن من بیرون نیست. نور جهانهای زیر پایت حتی انعکاس سایه‌ای نیست که ماوراء بود من باشد. نیک و بد و زشت و زیبا همه فضایل منند. هیچ چیزی نمی‌تواند مرا از آن باز دارد. من عشق می‌ورزم برای اینکه این طبیعت من است. من آدمی را به دام می‌اندازم برای اینکه این طبیعت من است. من به آدمی قهر می‌ورزم برای اینکه این طبیعت من است. من حیات را حفظ می‌کنم برای اینکه این هم طبیعت من است. انسان در این باره کنجکاوی می‌کند، لکن من به او نمی‌گویم آن طبیعت من است. من جوهر دانش مقدس حقیقتم، اما همانند همه دانشمندان زمین نمیگویم که چرا چیزها اینطور که هست واقع میشوند. تو میتوانی به فرمولی دست یابی که به واسطه آن از عنصر آسمانی نوای موسیقی حاصل کنی، اما انسان متوسط نمیداند چرا و چگونه. پس بگذار که در این جهان چنین باشد. مردم میبایست عشق بورزند و اطاعت کنند و هرگز دلیلش را برایشان توضیح نخواهم داد. فکر کردن آفریدن است. برای همین است که اینجا بالاترین مرتبه است و آفریدن باید از نور باشد. هیچ چیزی نیست که از نور و صوت نباشد.
وقتی من فکر می کنم نیت‌ها برآورده می شوند. نور نیت مرا به ثبت می رساند. در جنسیت دوگانه نوری جنینی تشکیل می شود. تصویری به صورت فکر من متولد می شود. آری، پس تو می دانی که این منم که با آدمی زندگی می بخشم. چون جز من نمی تواند باشد. گرچه تو از برخی که معتقدند حیات والاتری را یافته‌اند جز این آموخته ای. مرا پرستش کن و به من عشق بورز و همه چیز را در راه من رها کن. بعداً شاید من بتوانم آن عشق را به تو بازگردانم. اما تو باید مرا آرزو کنی، به من عشق بورزی و همه چیزت را وقف من کنی. برای علت من رنج ببری و در راه عشق من فدا شوی. اگر کافی بود من آن را 1000 باره به تو باز می‌گردانم و اگر همه را از تو دریغ می‌کنم و اگر نه همه را از تو دریغ می‌کنم. اگر آرزوی مرا نکنی من نمی‌توانم چیزی به تو عطا کنم. من پروردگار متعالم در تمام جهانهایم این را به خاطر بسپار و در تمام جهانهایم این صحیح و مطلق است. خدای تمام خدایان. در اینجا هیچ چیزی بالاتر از من نیست. من هرگز نه تغییر می کنم نه تحول می یابم. این ذهن بشر است که متحول می شود و به درک واقعیت الهی من نائل می شود. بشر کرمی است که مار می شود. فرهنگ مندرس بشر دوام زیادی ندارد. جستجوی بی امان او در پی واقعیت مقدس من آنچنان روند دنیایی در پیش گرفته که خدایان جهانهای پایین را به حیرت واداشته. هیچ کس نمیتواند به تو کمکی کند تا اینکه آرزوهایت را جز عشق من نیازی نداری. من به ربازارتارز نگاه کردم و او در جواب دستهایش را باز کرد و شانه‌هایش را بالا کشید. این نحوه کار مایاست. آن می‌کوشد به تو بگوید که هر آنچه را که او بیانگر است در واقع هدف نهایی است. اگر آن هنر است بالاترین و کاملترین هنرهاست و اگر وصلت است پس نهایت همه چیز است. اگر برحم است پس او پایان است. هر روحی میبایست در پندار کردار آزاد گذاشته شود و همین آزادی را به دیگران هم عرضه کند. یک پیشوای حقیقت هرگز به تو نمیگوید که با زندگی خود چه باید بکنی. برهن دوباره با صدای بلندش سخن را آزاد کرد. من نفسی به درون کهکشانهایم میکشم و با آن تصویر کالبدی را میآفرینم. ضربان دم و بازدم من خلق من است. این جهان تصویر خیال من است، اما خیال من خود من نیست بلکه فقط سایه است از من. بنابراین همه چیز جز سایه و انعکاس و تصاویر نیستند، اگرچه من در آنها و آنها در من هستند. ذهن بشر نمیتواند این را دریابد. من نورم و من ذهنم. ذهن نور است و من است. انسان چگونه میتواند این را دریابد؟ در کل جهانهای من فقط سکون حکم فرماست. حرکت یک توهم است که زائیده ذهن من است. در فاصله زمانی بین یک وضعیت از سکون تا برگشت به همان وضعیت و این همواره پیوسته ادامه دارد. تمام فیلسوف‌های زمین آنهایی بودند که به فلسفه ذهن عشق ورزیدند، نه به فلسفه الهی. همه به جز دسته‌ای از قدیسین که از خانه خدا اعزام شدند، نژادی از مردم مرموز که معدودی را که می‌فهمیدند آموزش دادند. شما احتمالاً آنها را به عنوان سفیران روح می‌شناسید. این سفیران روح از کجا آمدند؟ علی‌رغم آنچه در تعلیماتشون گفته شده، بیشتر از این مسافرین از نژاد بشر هستند. اما من این را برای کسی دیگری می‌گذارم تا تشریح کند، چون من سخنان دیگری با تو دارم. آن نور یگانه‌ای که در جوهر درونی خیش داری روح خداست، روح عالمگیر و همه جا حاضری که خیش را در کانونهای بیشماری در سراسر هستی فراهم می آورد. این کانونها درون کالبدهای خدافرینی هستند، در تعلق به روح‌های خدایی که هر کدامشان جزئی هستند از هستی کل روح خداوند. تمامیت این فلک خدافرین را من در ذهنم تصور کردم، فکر کرده ام و این افکار من است که به صورت خلقت آن به ثبت رسیده. بشر قادر نیست کالبد مرا بشناسد، اما میتواند آن را در همه چیز ببیند.
به همین منوال آدمی نمیتواند خویش را بشناسد. آنچه من هستم بشر نیز هست. من و بشر یکی هستیم، اما من برترین آفریدگانان هستم. هیچ کس برتر از من نیست. جهانهای دیگری جز جهان من هست که نوسانات لطیفتری دارند. آنها که شما میگویید بالاتر از جهانهای من است، که در راه به سوی بهشت‌های حقیقی سیاحت خواهید کرد. اما هیچ یک از آنها، منظورم فرمان روایان هیچ یک از آن جهانها نیست که قدرت خلق مرا داشته باشد. به همین علت من منحصر به فرد و متفاوت هستم. من خالقم، بزرگترین آفریننده بیرون از خدا، و به همین دلیل خدا هستم و به عنوان خدا پرستش می شوم. برای همین است که تمام ادیان مرا خدا می خوانند، چون جز آنچه که با آنها می گویم نمی دانند و نمی توانند خدا را بشناسند. آنها فقط آفرینش را می توانند بفهمند و آن هم از طریق حواس ذهنیشان. بنابراین من تجلی تمامی خلقت در جهانهای دوگانه هستم، لکن هنوز من قدرت ذهنم و این حق من است که تولد ببخشم، حفظ کنم، نابود کنم. کدام فرمان روای دیگری چنین اختیاری دارد؟ هیچ کس جز آن که من بدان فرمانش دهم. بشر نه تنها در یک عالم بلکه در دو جهان زندگی می کند. یکی از اینها جهانی است که متشکل از انوار مغناطیسی که توسط آنها حضور ذهن در تمام جهانهای مخلوق اعمال می شود. دیگری جهانی است که الکتریکی و امواج متناوبی که در ذهن متفکر صادر می شود آن را برپا می دارد و این را به عنوان عالم محسوسات یا جهان حتی می شناسند. تو نه می توانی جهان مغناطیسی آگاهی خدایی را حس کنی، نه جهانی را بشناسی که از امواج الکتریکی افکار من بنا شده است. کل آنچه هستی دارد جهان حقیقی ذهن است که در یک نور واحد به پا خواسته و آن نور علم مطلق است. بشر می بایست به درجه‌ای از آگاهی برسد که کالبد هستی مرا آنطور که هست بشناسد، نه آنطور که حواسش بر او می نمایاند. بشر باید بداند که این خلوت پیوسته و مداوم جهان ذهن و ماده که چنین واقعی به نظر می رسد جز یک نمایش تصویری فلک نیست که از من تولد می یابد. چیزی نیست جز یک نمایش امواج الکتریکی علت و معلول که روی صحنه تاریک تصوری از زمان و مکان به تصویر کشیده. علت واقعی است، معلول تنها تحریک واقعیت است. جایی که اصل منفی حکم فرماست، عنصر مثبتی وجود ندارد. جهان مادی تماماً از جفت‌های منفی شکل گرفته که تفاوت‌هایشان در اختلاف بالقوه‌شان در جهت اصلی منفی است و همواره یکدیگر را بی اثر می‌کنند. همواره یکی عمل و عکس‌العمل دیگری را باطل می‌کنند. به این ترتیب هرگز به یکدیگر اینها در امان نیستند و به هم امان نمی‌دهند که از حد معمول به نام صفر که همان سکون و ایستایی جهان باشد تجاوز کنند. مرکز قلب من جایگاه نور ساکن حکمت الهی است. من پروردگار عالم از یک ذهنم. تمامیت خلقت یک مقصود ذهنی است که به هزاران مقصود ذهنی کوچکتر تقسیم می شود. بعد به صدها هزار شبه مقصود که زایده حرکت است شبیه سازی می شود. خود مقصود نیست که به ظهور می رسد. آنچه به عنوان جزئی از کل مقصود می شناسیم تنها در ظهور است. حالا تو باید به جهانهای بالاتر سفر کنی. این سفیر روح تو را همراه خواهد کرد. من و ربازارتارس از تونل عمیقی عبور کردیم و دوباره وارد آن نور سرخ رنگ شدیم تا به سفرمان به جهانهای بالاتر ادامه دهیم. زمانی که به راه خود ادامه دادیم، ربازارتارس در ادامه توضیحاتش هنگامی که از مرز این مرتبه آخرین طبقات بخش اعظم دوم عبور کردیم به من گفت که به رحم خدایی است بس خودستا. او تمام سعیش در این است که همه را به پرستش خود وادارد و در مقابل اجر ناچیزی به آنها بدهد. او با استفاده از مایا که قدرت توهم است پیروانش را تحت کنترل نگه می‌دارد.
استفاده او از ذهن و دیگر کالبدهای لطیف انسان آنچنان زیرکانه و نامحسوس است که تقریباً هیچ کس به چگونگی کارکرد شگردهای مخفیانه این خدای جهان دوم بالای دنیای خاکی پی نمیبرد.